حجاب ندارم. من از انقلاب مهسا رسما حجاب دیگه، یعنی رسما من حجاب نکردم و رسما من سعی کردم که نباشم. توضیح دادم که من اصلا چرا دوباره همکاری کردم با تلویزیون، ولی در جامعه نه، اصولا از زمانی که حجاب، یعنی مردم با این موج در واقع مبارزه با حجاب اجباری من هم حرکت کردم و نمیگم با حجابی بده، نمیگم بی حجابی بده، نمیگم چی خوبه چی بده، من اینطوری هم بی اعتقادات من دیگه. حجابم برداشتم که حجاب ندارم. من حجاب نکردم. هرم حجابت برادرم، نگاهت به خدا، حجاب فقط رو سر نباید باشه. حجاب میگن نفس اماره. شما مسلمونید، اونایی که مسلمونن، اونایی هم که غیر مسلمانن دین دیگه ای دارن، به شکل‌های مختلفی بهشون گفته شده، گفته مبارزه با نفس اماره، یعنی نفسی که به شما امر میکنه، یعنی که کنترل شما رو میخواد در دست بگیره. هممون شاید خیلی جاها وسوسه بشیم یه کارهای لذت بخش رو انجام بدیم، هممون. خب اون کسی که خودش رو کنترل میکنه اون انسانه. اون کسی که خانم برهنه تو خیابون میبینه ولی انگار اصلا نمیبینه، اون انسانه. نمایش خانگی به من پیشنهاد نمیدن. تا حالا پیشنهاد نمایش خانگی من نداشتم. اون کسی که بازی چرا نمی کنید، فکر میکنم که خیلی مافیایی و خیلی رفیق بازیه و شایدم حق دارن، شایدم ندارن، ولی خب به من تا حالا پیشنهاد نشده واقعا.